وقتی که من سیمفونی 4 یا 5 میخوندم، یونس کلان پدر شودروان هوتن یونس ما را درس میداد. او دویم تنبور مینواخت و غیجک مینواخت، درسای سرود و موسیقی دا غیجک مینواخت، تنبور مینواخت، دوتار مینواخت، همه نمود اسبابای موسیقی را نواختن میتوانست. درس سرود و موسیقیمون با همه اومد ترتیباتش میگذشت. همین استاد ما معلم کلان میگفتن، همین یونس کلان پدری یونس هوتم یونس. امروز اولاداش و نسل انا هستن همش. همون کس میگفت که اودین اوشین در پیش من، در نزد من در خانه فرهنگ یول یجا فعالیت کردگی هستیم. انا که بعدی انا شودروان اودینا هاشیمو مثال داشت همه قداوه هستد. او با بلند پرواز شد رفت. بعدی او من
ارزوی دوستی، من همین دوستی ارزو خدا رحمتی دوستی نوازنده هجر نواز چنان چیرادست بود مشهور شد. بعد او مثال من اویلش زوجش گلچهره انا ارزو انا همون گلچهره خوله سبب ما است. انا در همین محیط و همین آب و هوای تگناب زمین با وای رسید. صنعت و مهارت و فرهنگی مردم همین تگناب زمین و خداوی دشجم و همین نایه شوراباد امروزه شمدین شاهین تاجیکستان به جهانیان معرفی نمود. فرزندان او محمد علی و من دیگراش امروز در دنیا هنر و صنعت و مهارت استعداد مردم تگنا از آن جمله تاجیکستان عزیز ما را معرفی کرده ایستادند. به مثل اونو من یک نفر شخصیتی که ناعیان در همین دهه یول زندگی میکنه، هم هنرمند هم اوستای ماهری همه طرفه اوستای همه کاره است، همه کار از دستش می آید. یعنی میگن که از پنج پنجهش هنر میبراید. این اکای بیگم است، این هم در بین ما زندگی میکنه، لیکن این یک لخچه تگی اما خاکستر است. لخچه ای است که در تگ خاکستر زندگی میکنه، لیکن وقتی که او را کوشش دادی شعله میکنه، هنرش بعد معلوم میشود. انا دوتارهای دمره ساخته اکای بیگم ده من همو هنرمند مشهور دوتار نواز مشهور شادروان رستم عبدالرحیم مینوا وقتی که در دهه یول یک جمعیت کلان مردم شده بود، رستم عبدالرحیم آماده بود، دوره شوروی بود. او گفت، من شاهد بودم شنیدم که گفت که همین دوتاری اکای بیگمد است، همین دوتار قطعی من در تمام دنیا سفران هنری میرم و می نوازم و صنعت هنر مهارتی مردم تاجیک معرفی میکنم. یعنی که خاک و آبی دیار تگناب زمین شاعر نواز است، هنرمند نواز است، حافظ نواز است، اومن صنعت نواز است. در همه ساحه ها خاک و آب این دیار یعنی با قوت است. مردمان خوبه که در تمام دنیا معلوم مشهور هستند. هاشم گدایف از دهه پروار است، از دیار تگناب زمین در تمام دنیا معلوم مشهور است. او در بینید در نقش سهراب چخیل بازی میکنه یا که دیگر نقش ها دیگر در بازی میکنه. امروز هم زینه و زینه همین انعنه در همین دیار دوام داره. این خاک آبی تگناب خودش همین قدرت توانایی داره. برای همین من گفتم که ای دیار نازنین تگناب من، مخزن عرفان بر اجداد من، با نوای دوستی آرزو میشنوی نغمه سراب من. حاتم یونس وصفت کرده بود، چشمه جوشان هم ریجاب من، با نوای اکای بیگمد آبشارت علی در خواب من. سلامت در وصف رخ و لالو لب و قامتی رناش، در وصف رخ و لالو لب و قامتی رناش،
صاحب چی گویم که سر و پاهات لطیف است که صاحب چی گویم که سر و پاهات لطیف است بچگیم به کس و تنها گذشت با در با خوشچینی ها گذشت دامنم هست خوش پر از دامنی صحرا گذشت در سری سنگ همه روز انتظار می شمردم ترنه ها را و بهار در سری سنگ همه روز انتظار می شمردم ترنه ها را هر بهار بچگیم با قطاری ترنه ها یک جا گذشت بچگیم با قطاری ترنه ها یک جا گذشت چشم انداختم به رود مست تا بیفتد ماهی طلا به شست چشم انداختم به رود مست تا بیفتد ماهی طلا به شست بچگیم با قطاری ماهی طلا گذشت بچگیم با قطاری ماهی طلا گذشت خندم کردم به سوی شرشره خندم آمد هر سنگی دره بچگیم خنده بر لبی دریا گذشت بچگیم خنده بر لبی دریا گذشت بچگی بود و گیاه نبود بچگی از ماه بود و از ماه نبود بچگی گویا نبود بچگی از ما بود و از ماه نبود بیخبر ماندیم تا دیدیم فرسنگا گذشت بیخبر ماندیم تا دیدیم فرسنگا گذشت بیخبر ماندیم تا دیدیم فرسنگا گذشت